وحید شعبانی هستم، اولین مدرس والیوم تریدینگ در ایران. در این سری از ویدیوها به معرفی تولیدات نرم افزاری لول 2 خود آکادمی ICF مارکت خواهیم پرداخت. با سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، با یک نرم افزار دیگه از تولیدات مجموعه ICF مارکت در خدمتتون هستیم. این سری به ICF وب خواهیم پرداخت. ICF وب چه نوع ابزاری هست؟ قبل از اینکه بخوام این رو توضیح بدم باید برگردم و در مورد وی وب و یه مقدارم در مورد مووینگ اوریج ها با شما صحبت بکنم. بحث مووینگ اوریج ها رو خیلی گسترده نمیخوام بگم چون خودتون میدونید این رو از مباحث کلاسیک هست. در نتیجه خیلی روش فوکوس نمیکنم، فقط چند نکته رو میخوام ازش بگم که متوجه باشیم که وب چه تفاوتی داره با مووینگ اوریج ها. من روی این چارت یک مووینگ اوریج رو قرار بدم. مووینگ اوریج EMA رو اینجا قرار میدم براش با پریود 210 روزه. چارت هم دیلی هست. رنگ این رو هم یک رنگ پررنگتر در نظر بگیریم. خب مارکت یه لاینی رو بر ما میکشه وقتی این اندیکاتور رو پیاده میکنیم و میخوام ببینیم این خط از کجا میاد و چه کاربردی داره. ببینید این خط در واقع از نوعی از یه فرمول استفاده میکنه. میتونید اینو تایپ بکنید توی اینترنت ببینید فرمولش رو که بر اساس بسته شدن قیمت هستش. اگر کندل شما دیلی باشه بر اساس کلوز کندل دیلی، اگر تو تایم فریم های پایین تر با پریود های پایین تر 14 21 9 اینها بخواید استفاده بکنید، بر اساس اون تایم فریمی که استفاده کردید کلوز اون تایم فریم رو در نظر میاره. کندلتون 15 دقیقه، محاسبش بر اساس اون کلوز کندل 15 دقیقه خواهد بود. یه تفاوتی هم EMA با SMA داره، اینه که ضریب وزنی به داده های اخیرش بیشتره که یه مقدار دقت رو افزایش بده. خلاصه بخوام بگم فوکوس این بر روی کندل ها، کلوز کندل ها و تعداد تکرار این کندل هاست برای پیدا کردن ضریب وزنی. و بنابراین داده ای رو که داره استفاده میکنه وزنش رو اون دوتاست. خب حالا اگر ما بتونیم به این EMA یا در واقع SMA ها یه فاکتور دیگر رو اضافه بکنیم این به شدت قوی تر میشه. وقتی فاکتور مهمی رو مثل والیوم، مقدار حجم معاملات رو بهش بخوایم اضافه بکنیم، این تبدیل میشه به یه نوعی با یه فرمول دیگه به وی وب که مخفف والیوم ویدد اوریج پرایس هست. در واقع تعادل وزنی قیمت به حجم هست. به شما نشون میده که توی چه حجمی، توی چه قیمتی میانگین در کجا قرار داره. حالا این وی وب از کجا میاد؟ من یک چارت دیگه رو اینجا اضافه بکنم، یه وب رو، و این وب رو هم یه خلاصه اینجا بهتون توضیح بدم. من یه وب رو اینجا اضافه میکنم، پریودش رو مونتلی میذارم، رنگ اینها رو هم عوض بکنم که دیده بشه و اپلای بکنم. ببینید یه سری خطوط آبی هم به ازای هر ماه کشیده شده، ماه‌های متفاوت. خب تفاوتش با این چی هست؟ من اینو سشن بندی کردم، در ماه، هفته، روز میتونم استفاده بکنم. اما چه کاربرد و چه توانایی رو به من میده؟ باید یه مفهومی رو از مارکت بدونم. ببینید بیشترین حجم معاملات توی مارکت برای تریدرهای حرفه‌ایه. منظور از تریدرهای حرفه‌ای مؤسسات، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری اینها هست. حجم معاملات ما خیلی خیلی کمتر از حجم معاملات اونها هست.
خب از طرفی شرکت هایی که این تو کار میکنن مثل ما ریتیل تریدر ها استاپ ندارن. اینها با میانگین کار میکنن، یعنی ممکنه بخشی از پوزیشناشون رو کلوز بکنن یا به حجم پوزیشناشون اضافه بکنن. در واقع دنبال یک میانگینی هستن برای خودشون که قیمتشون همیشه در سود باشه و میانگینی که دارن پایین تر باشه. ممکنه در یه نقاطی مجدد پوزیشن باز بکنن بر اساس استراتژی که دارن. خب اتفاقی که میفته به این ترتیبه. میخوام یه مثال ساده بزنم براتون. فرض بکنید من توی این قیمت یه لات خرید میکنم. ببینید یک لات، این والیوم هست. مارکت از اینجا شروع میکنه میره قیمت پایین تر. من اگر شروع بکنم توی این قیمت یه لات دیگه بخرم، اتفاقی که میفته برای من یک میانگینی میگیره و قیمت من و در واقع نقطه ورود من میشه انگاری این محدوده که میشه 2 لات انگاری توی این محدوده. به این میانگین من در اصطلاح همون VWAP میگن، والیوم ویتد، بر اساس قیمت و حجمی که وارد شده میانگین من رو نشون میده. خب من حالا اینجا اگر 3 لات وارد بکنم اتفاقی میفته، اول نصف میشه، لات دومم اینجا میفته و میانگینم میفته اینجا. خب یه صحبتی رو هم اول انجام دادیم که بزرگای مارکت استاپ ندارن. خب پس بنابراین میزان حجمی که وارد میکنن، میفروشن و یا میخرن یک میانگین کلی به بازار میده. چون بیشتر حجم هم برای اونها هست، این میانگینه برای ما مهم میشه. انگاری زمانی که قیمت بالای میانگین شما قرار داره تو سودید، مثلا اگر پوزیشنتون بای باشه، یا اگر برگرده زیر میانگینتون شما از دست و واقعا سود دارید از دست میدید و وارد زیان شدید. ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ والیوم بیشتر وارد بکنید تا میانگینتون به پرایس نزدیکتر بشه. پس یک ابزار بسیار داینامیک هستش که به ما داده های خیلی زیادی میده و واکنش مارکت روش به شدت بالاست. شما بخواید توی چندین پرایسینگ رو نگاه بکنید، بخوام بهتون یه ذره این چارت رو بزرگتر بکنم و نگاه بکنیم، متوجه میشید که مارکت چقدر میتونه به این خطه یا به این لاینی که ایجاد شده و میانگین کلی وزنی مارکت هست برای این ماه، ببینید چطوری اینجا واکنش داشته. وقتی مارکت رفته زیر این حرکت رو متوجه میشیم ازش. همونطور که توی EMA SMA ما برای اینکه جهت حرکت رو پیدا بکنیم، جهت روند رو پیدا بکنیم و یا ساپورت رزیستنس استفاده بکنیم و یا برای اینکه نقطه خروجمون رو پیدا بکنیم، میایم از حالتهای مختلف این، پریودهای مختلف این، ترکیبات این، یا بخوام مثال بزنم مثلا توی چند تایم فریم قرار میدیم از اوورکراس های اینها استفاده میکنیم، یا مثلا توی ترکیباتش با مکتی و اینها مثلا متحرک میانگین متحرک های همگرا و واگرا که یه سری شاخص های این شکلی میسازیم باهاش. اما اون ضعفی که اینا دارن یه مقدار تأخیر دارن به دلیل اینکه منتظر کلوز شدن ها و غیره هستن، یه مقدار و اون دقت لازم رو ندارن به ما که بخوان تا این حد دقیق نقطه بدن. وب هم علاوه بر اینکه این کارا رو انجام میده واسه ما، در جهت حرکت به ما نقاط ساپورت رزیستنس میده که من قشنگ میتونم ببینم اینجاها ببینید مارکت برگشته دوباره به اینجاها. به همین ترتیب اگر من بارها بخوام به این نگاه بکنم میتونم نقاط بسیار مهمی بگیرم. حالا این در واقع ماهانش هست. توی سشن های کوچیکتر، روزانه، هفتگی، اینها هر کدوم تکنیک های خاص خودشون رو دارن. خب پس اینجا متوجه شدیم که چه تفاوتی بین در واقع VWAP و میانگین متحرک های دیگه هست. خب حالا ابزار ICF-WAP که ایجاد شده برای چه کاری هست؟ خب ما از تمامی اینها استفاده میکنیم، یعنی EMA و SMA و بقیه اندیکاتورها، که تو جهت ترند بتونیم
پیدا بکنیم نقطه برگشتمون کجاست. خب من اینا رو ابتداً پاک بکنم این ابزار رو و بیام مثال ساده‌ای بزنم. من یک حرکت این شکلی دارم، موومنت و کارکشن. میخوام ببینم وقتی این موومنت من ایجاد شد و یک ترند درست شد، مارکت از اینجا عبور کرد و داره برمیگرده، محدوده کارکشن من کجاست؟ اینجاست، اینجاست، این بالاست. خب این من خیلی تواناییم دگی من بتونم این محدوده رو تقریبا شناسایی بکنم، به جای که بیام اینجا ریسک بکنم. مثلا تو محدودم مشخص میکنم تعداد تریدی رو کنار میذارم، مثلا تو اینجا 3 تا ترید میخوام تو این محدوده انجام بدم، ریسکم رو بر اساس اینها میچینم و ترید میکنم. بس در واقع ICF به ما کمک میکنه ما محدوده های برگشت رو پیدا بکنیم، محدوده های کارکشن رو در مسیر ترند. خب قبلا از چه ابزاری میتونستیم استفاده بکنیم؟ بخوام مثلا مثال بزنم، یکی از ابزاری که ما استفاده میکنیم مثلا فیبوناچی بود. این فیبوناچی رو مثلا میکشیدیم، حرکت مقدار برگشتش رو در نظر میگرفتیم که این اگر مثلا به محدوده 50، یعنی که از قوانین اصولی ترند هست، میگیم یه موومنت کارکشن، میگیم که حداقل کارکشن ما 50% حرکت باشه. بنابراین اینجا رو مثلا به عنوان یک محدوده برگشت تلقی میکنیم. حالا این چقدر میتونه بره بالاتر، چقدر میتونه بیاد پایینتر، باید دیگه بتونیم آنالیزش بکنیم. حالا من میخوام به جای اینکه از اینا استفاده بکنم، یه ابزار خیلی راحت تر استفاده کنم مثل ICF و این چارت بلند مدت یورو هستش، تقریبا از سال 2021. اینجا از تقریبا از کرونا به بعد هست تا این محدوده‌ای که در حال حاضر هستیم 11 فوریه 2024. خب از اینجا که سیاست‌های انقباضی شروع شد و مارکت شروع کرد به ریختن، من میام یه ترندی رو میکشم. یعنی اولین کاری که میکنم ترندمو میام طراحی میکنم. حالا در این حد یک ترندی رو من اینجا میکشم، موومنت کارکشن، موومنت، یه کارکشن خیلی حدود 100%. ببینید این حرکت داون ترند من توی یورو هست تا این دیپ که بعدش از اینجا هم مارکت آپ ترندش رو انجام میداد. خب من توی این وضعیتی که مارکت داون ترند کرده، میخوام ببینم موقعی که مارکت میاد پایین و برمیگرده تا کجا میاد بالا. خب اینو یا باید از اندیکاتورهای دیگه استفاده بکنم یا اینکه بیام از یه ابزاری مثل ICF وب استفاده بکنم. خب کاری که من میکنم اینه، این ابزار رو به راحتی از اینجا انتخاب میکنم، روی هر چارتی میام تاپ ترین نقطه‌ای که بوده رو انتخاب میکنم تو حرکت قبلی و این رو وقتی میکشم هر روز با این کندلا میتونم ببرم پایین. مثلا اینجا وای میستم تا این کندل برگرده، به طور مثال اینجا توقف میکنم، حدس میزنم از اینجا داره میاد بالاتر. اگر بیاد بالاتر محدوده من اینجاست، مارکت دوباره میره پایینتر، من ادامه میدم و اینجا میشه نقطه من که این برگشت اتفاق افتاده. ببینید ادامه این خطه، ادامه این وپه میشه محدوده‌ای که احتمالش هست مارکت بهش کارکشن بکنه. حالا علاوه بر اون که من میتونم به این شکل نگاه بکنم، میتونم اینو هر روز ادامه بدم تا جایی که مارکت ببینید بهش نزدیک بشه. یعنی تقریبا محدودی رو که احتمال اومدن مارکت بهش هست میتونم تخمین بزنم به واسطه حجمی که داره محاسبه میشه، یعنی میانگین حرکت رو دارم میگیرم باهاش. خب دوباره از اینجا میکشم از تاپ ترین نقطه تا دیپ ترین نقطه‌ای که موومنت شده، اینجا میتونم نگه دارم. اینجا میشه محدوده‌ای که احتمالش هست مارکت کارکشن بکنه. اگرم دوباره بخوام با لایو مارکت ادامه بدم، میبینید که چطوری بهش برخورد میکنه و برمیگرده پایین. یعنی من اینا رو کندل به کندل میتونم ادامه بدم. دوباره از بلندترین شروع میکنم
تا این دیپ اگر مثلا قرار بدم متوجهم که مارکت تا اینجاها میتونه کارکشن بکنه. پس اگر مارکت داره میاد بالا، محدوده میانگینی این حرکت اینجاست. دوباره بیام از یکی دیگه شروع بکنم. مثلا اینجا تاپ ترین نقطه من هست، اینجا هم تقریبا دیپ ترین نقطه من هست. من انتظار دارم مارکت تا اینجاها بالا بیاد. در کنار این از ابزار دیگه هم میتونم استفاده بکنم. دوباره این رو ادامه میدم، میام پایین تر، دیپ ترین کندلم که این هست. ببینید محدوده کارکشن اینجاست. من اینو تو لایف هم ادامه ندادم که حالا فقط تا همین دیپ این حرکت رو گرفتم. خب یه حرکت دیگه داشتیم تا تقریبا کف مارکت از این تاپ. محدوده چرخشش رو اگر من میخوام درست بکشم، تقریبا اینجاها محدوده چرخشش هست. این یه ریکارکشن مجدد هست. دوباره از تاپ این ریکارکشن من میکشم تا دیپ مارکت. ببینید محدوده رو به من نشون میده که توی این محدوده هست. حالا نحوه ورود از این محدوده ها کجا هست، چه شکلی هست، چیا رو باید نگاه بکنیم که دیگه خودش در واقع داستان دیگری است. خب من تمامی اینها رو میتونم همینجوری دونه دونه بکشم و بررسی بکنم. یعنی محدوده حرکتی رو میتونم تخمین بزنم کجاست و یک بار دیگه هم این رو هم بکشم. خب بعد این میبینم که مارکت از اینجا حرکت میکنه و میبینید به راحتی عبور کرده از اینجا. اینجا جایی که مارکت دیگه چرخیده. خب وقتی یه آپ ترندی رو درست بکنه اینجا، من بیام از دیپ مارکت شروع کنم به چرخیدن، جاهایی که ساپورت میشه رو میتونم به این راحتی پیدا بکنم. خب من اینو میخوام کوچیک کنم. علاوه بر اینکه شما این مدلی میتونید استفاده بکنید برای پیدا کردن محدوده ها، مثلا اینجا یورو بعد کرونا تاپ ترین نقطه‌ای که زده بود اینجا بود. من میخوام اینم میانگین کلی مارکت چی بوده از اون موقع تا الان. به راحتی ببینید توی کجا اینو داره میگیره و از دیپ ترین جایی که زده ببینم میانگینای من کجا قرار داره. ببینید مارکت در محدوده این میانگین در حال نوسان هستش. من تک تک اینها رو میتونم طراحی بکنم، بکشم بر اساس استراتژی خودم. مثلا میتونم بگم این حرکت از اینجا شروع شده، این حرکت نزولیه، یه میانگین اینجا دارم، یه دیپ هم اینجا دارم. ببینید تلاقی اینها یک نقطه میانگین کلی برای بایر، سلر و جهت مارکت رو میتونم تعیین کنم. عمده ترین چیزی که استفاده میکنیم برای تشخیص و تشخیص محدوده برگشت هست. بنابراین کار رو برای ما خیلی راحت میکنه. محدوده رو میتونیم تخمین بزنیم، رو محدوده بیایم حالا کار انجام بدیم، ببینیم نقطه ورودمون به چه شکلیه، چی کار میتونیم اونجا بکنیم، تکنیک هایی که داره ازش استفاده بکنیم و توی جهت مارکت یک ترند در واقع سالم رو پیدا بکنیم و ترید بکنیم. از این ICF شما میتونید برای هم تایم فریم ساعتی و هم تایم فریم دیلی استفاده بکنید. برای تایم فریم های پایین تر هم قابل استفاده هست. فرقی نمیکنه شما چه تو حالت رنج بذارید چه تو حالت تایم فریم بذارید، میتونید استفاده بکنید. این خط رو واسهتون میکشه. منتها اینو بارها هم گفتم، این به عنوان یک توصیه، شما برای تعیین ترند و محدوده چرخش و حرکتاتون به دو تا ترند نیاز دارید، دو تا تایم فریمی که دیلی و ساعتی است. پایین تر از این هر چقدر بخواید به تایم فریم های کوچکتر، نویز بیشتر میشه، خطاها بیشتر میشه. بنابراین کاربردی که داره در کنار ابزارهای دیگه این ICF وب این هستش که شما میتونید ازش به عنوان یک تشخیص و تعیین کننده محدوده حرکتی استفاده بکنید. محدوده چرخش ها رو به این وسیله به نوعی پیدا بکنید. خب این ابزار هم تا حالا روی نمونه خارجی هم نداره. روی نینجا من تا
تا حالا ندیدم کسی همچین ابزاری رو ارائه بده. در یک پلتفرم دیگه بود، منتها یه مقدار متفاوت از این. روی نینجا برای اولین بار ICF مارکت هست که این رو ارائه داده. خب این بحثمون هم اینجا تمام شد در مورد ICF و این رو در کنار ابزارهای دیگه ما استفاده خواهیم کرد و توی دوره ها از این ابزار و تکنیک های استفاده از اون صحبت خواهیم کرد. خوشحال میشم که نظرات، ایده هاتون رو برامون کامنت بکنید. در اینستاگرام با ما در ارتباط باشید، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. راه های ارتباطی ما برای ایده ها و نظراتتون رو توی اینستاگرام میتونید با پرسیدن و یا مطرح کردنش. راه های ارتباطی با تیم برنامه نویسی رو بهتون خواهند گفت. ممنون و متشکرم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. روزتون بخیر.